بنا به معلومات آخرین شماره قربانیان زمین‌لرزه‌های روز 6 فوریه سال 2023 در ترکیه و سوریه علاقه از 15,000 گذشته است و می تواند بازم بیافزاید. تا صبح 19 فوریه مقامات ترکیه هلاکت بیش از 12,000 و جراحت برداشتن بیش از 62,000 نفر را تصدیق کردند. سوریه از هلاکت بیش از 3,000 نفر و جراحت برداشتن بیش از 5,600 تن دیگر خبر داده است. روز 9 فوریه با سپارش پرزیدنت امامعلی رحمان، تاجیکستان به ضرر دیدگان زلزله شدید در ترکیه نزدیک به 100 تن کمک بشردوستانه فرستاد. این کمک ها از محصولات ضروری خوراکواری از قبیل آرد، روغن، شکر و برنج، مکران و آب نوشاکی عبارت می باشند. در برابر این از تاجیکستان به مردم از آفت طبیعی ضرر دیده ترکیه لباس و پایافزار زمستانه، خیمه، کرپه و بالشت، کت خواب، رخت خواب، روی پوش‌های پشمین، ظرف‌های آلومینی و دیگر جهازهای خوراکخوری، نقاب‌های محافظتی و مواد آنتیسپتیکی فرستادند. همزمان کمیسیون ولایت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که شب 9 فوریه یک دسته نجات بخشان تاجیک عبارت از 50 نفر از دوشنبه عازم ولایت آفت‌زده قهرمانمرش ترکیه شده صبح 9 فوریه ساعت 9:20 به فرودگاه استانبول رسیدند. این دسته از نجات بخشان و طبیبان جراح و شکسته‌بند عبارت بوده. امدادگران تاجیک با خود تجهیزات نجاتی لازم برای راه‌اندازی عملیات نجات را نیز به ترکیه بردند. سفارت ترکیه در دوشنبه تاکید کرده است که تاجیکستان بار اول نجات بخشان خود را برای اشتراک در عملیات نجات به خارج می‌فرستد. سفارت گفت نجات بخشان تاجیک همراه خود چندین تن یاری‌های بشری را نیز برای مردم ضرر دیده میبرند. سفارت ترکیه به اهل جامعه تاجیکستان برای نمایش همبستگی و سخاوتمندی در امر جمع‌آوری کمک به ضرر دیده ها اظهار سپاس کرد.